ساعت 2 نصف شبه. روی تخت دراز کشیدی و داری بی هدف توی این اینستاگرام بالا و پایین میری. یکی رفته معسل لب دریا، یکی داره بدن 6 تیکه خودشو به نمایش میذاره. اون یکی ماشین صفر خریده و تو فقط یه آدمی هستی که داره نگاه میکنه. از خودت میپرسی من چی؟ چرا من نمیتونم مثل اینا باشم؟ این ویدیو در مورد یه بیماری پنهانه، یه درد مدرن به اسم مقایسه‌گری. بمون، چون قراره حرفی بزنیم که شاید تو رو از این چرخه بیرحم نجات بده. مقایسه‌گری معمولاً با صدای بلند نمیاد. کسی نمیگه من دارم خودمو با اون مقایسه میکنم، ولی توی سکوت ذهنمون جمله‌هایی هستن که هر روز تکرار میشن و ما حتی نمیفهمیم که از کجا اومدن. مثل وقتی که میگی من کافی نیستم، یا اگه زیباتر بودم قطعاً بیشتر دوستم داشتم، اگه موفق‌تر بودم احترام بیشتری میگرفتم، اگه بدنم مثل اون بود قطعاً اعتماد به نفسم بیشتر میشد. گاهی حتی خودتو مقایسه نمی‌کنی، بلکه احساس می‌کنی باید یه نسخه دیگه از خودت باشی. نسخه‌ای که بیشتر میخنده، بیشتر کار میکنه، بیشتر پول در میاره و بیشتر دیده میشه. احساس می‌کنی اگه اون نسخه نباشی انگار هیچی نیستی. این همون لحظه‌ایه که مقایسه‌گری آروم آروم به یه زندان تبدیل میشه. نه زندانی با میله‌های فلزی، بلکه زندانی با دیوارهایی از توقع، سرزنش و تصویرهای دروغین. اینجا همون مرحله‌ایه که از خودت و چیزی که هستی متنفر میشی و میخوای هر جور که شده به نسخه مد نظرت تبدیل بشی. اما سوالی که ما باید بپرسیم اینه که چرا ما اینقدر مقایسه‌گر شدیم؟ اولین عامل چیزیه که هر روز باهاش در تماسیم. شبکه‌های اجتماعی، جایی که آدم‌ها فقط بخش‌هایی از زندگیشون رو نشون میدن، بخش‌هایی که با دقت انتخاب شدن و قراره به من و تو ثابت کنن که چقدر اون آدم‌ها خوشبخت و خوشحالن. ذهن ما این تصویرهای بی‌نقص رو کنار هم میذاره و با خودش میگه که این یک زندگی کامله، در حالی که ما فقط داریم یک ویترین جذاب رو میبینیم. ویترینی که در اون هیچ خبری از حال بد و استرس و شکست نیست. تو مقایسه نمی کنی که اون آدم چند بار از استرس خوابش نبرده یا چند بار خسته و بیحال از روی تخت بلند شده. تو فقط لبخندهاشو می بینی و بعد شروع می کنی به قضاوت کردن. پس من چی؟ چرا من اینطوری نیستم؟ دومین عامل یه چیزیه که از بچگی توی وجودمون کاشته شده. فرهنگ رقابت زده و نمره محور. از همون مدرسه یاد گرفتیم که آدم‌ها با هم مقایسه میشن. یاد گرفتیم که موفقیت یعنی نفر اول بودن، یعنی گرفتن نمره بالاتر، مدال بیشتر، توجه بیشتر. هیچ کس یادمون نداد که رشد با رقابت فرق داره. هیچ کس بهمون نگفت که میتونیم پیشرفت کنیم بدون اینکه لازم باشه از کسی جلو بزنیم. وقتی که در همچین سیستم مقایسه‌گری بزرگ میشی، خیلی طبیعیه که خودت رو فقط در آینه دیگران ببینی. ما از بچگی یاد گرفتیم که خوب بودن یعنی بهتر از دیگران بودن و همین موضوع کوچیک از ما انسان‌های مقایسه‌گر حسودی ساخته که به جای تمرکز کردن روی خودمون، بیشتر حواسمون به اینه که کسی جلوتر از ما حرکت نکنه. سومین عامل چیزیه که باز هم هر روز باهاش در تماسیم. تبلیغاتی که پیام کلیشون اینه که از بقیه عقب نمون. اگه پوستت صافتر بود خوشبخت‌تر بودی، اگه این ماشینو داشتی جذاب‌تر بودی، اگه اینو نخری از بقیه عقب میمونی. شرکت‌های بزرگ یه استاندارد از زیبایی، موفقیت و خوشبختی میسازن و بعد کاری میکنن که تو از مسیر خودت منحرف بشی تا به اون استانداردها برسی، تبدیل به آدمی بشی که اونا میخوان، نه آدمی که واقعا هستی. و اینجاست که مقایسه‌گری دیگه فقط یه عادت ذهنی نیست، بلکه یه ابزاری برای کنترل، فروش و جهت‌دهی به زندگیامون. در سکوت کامل، بدون اینکه بفهمیم، داریم مقایسه می‌کنیم تا مصرف کننده‌های بهتری باشیم. الان وقتشه که بدونیم مقایسه‌گری چه تأثیراتی روی روان ما میذاره. اول از همه اضطراب دائمی. وقتی مدام در حال مقایسه‌ای، ذهنت هیچ وقت آروم نمیگیره، چون همیشه یه نفر هست که بهتره، جذاب‌تره، موفق‌تره و ذهن تو بیوقفه در حال دویدن دنبال یه نسخه کامل خیالیه که هیچ وقت قرار نیست بهش برسی. این یعنی فرسودگی بی صدا. دوم، تخریب اعتماد به نفسه. هرچی بیشتر خودتو از بیرون نگاه میکنی، کمتر با درونت ارتباط داری. دیگه از خودت نمیپرسی که من چی دوست دارم، بلکه میپرسی بقیه چی دوست دارن که من مثلشون باشم. این یعنی نابود شدن اصالت و اعتماد به نفس. سومی که از همه خطرناکترم هست اینه که معیار ارزش‌هات تغییر میکنه. به جای اینکه دنبال مهربونی، عمق، تفکر یا اصالت باشی، میری سراغ لایک، فالوور
لباس گرون یا پوست بی‌عیب و اینجوری به ویترین تبدیل میشی. هرچی ویترین جذاب‌تر باشه با ارزش‌تر به نظر میای، حتی اگه یه آدم خالی پشت اون ویترین ایستاده باشه. تحقیقات روانشناسی نشون دادن افرادی که به طور مداوم خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن تا 5 برابر بیشتر در معرض احساس ناکافی بودن و ناامیدی مزمن هستند. این یعنی مقایسه‌گری احساس زودگذر نیست، بلکه یه عادت ذهنیه که اگه باهاش روبرو نشی میتونه تا آخر عمر مثل یه سایه دنبالت بیاد. حالا وقتشه یه سوال مهم بپرسیم: آیا میتونیم از این چرخه مقایسه‌گری بیرون بیایم؟ بله، آگاهی و تمرین ما را از این چرخه فاسد نجات میده. اولین قدم آگاه شدن از دروغ‌هایی که هر روز میبینیم ولی باورشون میکنیم. فیلترهای شبکه‌های اجتماعی، بدنهای بی‌نقص، سفرهای لوکس، چهره‌های همیشه خندان. اینا برش‌هایی از یک لحظه خاصن، نه تمام واقعیت زندگی اون آدم‌ها. هر بار که اسکرول میکنی از خودت بپرس: آیا این یه واقعیت کامله یا فقط یه انتخاب حساب شده است؟ در دنیایی که همه تلاش میکنن بی‌نقص باشن، خیلی طبیعیه که هیچ کس از نقاط ضعف خودش پست و استوری نذاره. ولی اصلا طبیعی نیست که تو واقعیت زندگیت رو با سکانس‌های قشنگ بقیه مقایسه کنی. لطفاً باور کن که در حال تماشای تمام واقعیت نیستی. دومین قدم اینه که داستان زندگی خودت رو بنویسی، نه اینکه زندگی بقیه رو کپی کنی. سوال این نیست که از اون جلوتری یا عقب‌تر. سوال اینه که نسبت به گذشته خودت در کجا قرار داری؟ چه لزومی داره که رشد خودت رو با رشد بقیه بسنجی؟ آیا بهتر نیست که پیشرفتت رو نسبت به خودت بسنجی؟ سومین قدم آگاهی از پیشرفت خودته. در هر مسیری که هستی نسبت به موفقیت‌های کوچیک خودت آگاه باش. مردم تو رو با موفقیت‌های بزرگت قضاوت می‌کنن. این در حالیه که اونا از پشت پرده مسیری که طی کردی هیچ خبری ندارن. پشت پرده مسیرت پر از شکست‌ها و موفقیت‌های کوچیکه که در نهایت به یه نتیجه بزرگ ختم شدن. موفقیت‌های کوچیک خودت رو بنویس تا بدونی که داری رشد می‌کنی. قدم چهارم و مهمترین قدم تغییر ذهنیت و نگرشه. یه سوال ازت دارم: آیا تو عمیقاً قبول داری که انسان‌ها با هم متفاوتن؟ اگه تو عمیقاً باور داشته باشی که شرایط آدم‌ها با هم متفاوته، دیگه دلیلی برای مقایسه کردن خودت با اون آدم وجود نداره. مقایسه در محصولات مختلف به این شکله که 2 محصول یکسان رو با هم مقایسه می‌کنیم تا ببینیم کدوم بهتره. اما ما آدم‌ها محصول نیستیم. درسته که هممون انسانیم و یک سری ویژگی‌های مشترک داریم، اما خیلی بیشتر از اشتراک هامون ویژگی‌های متفاوت و منحصر به فرد داریم. این یعنی مقایسه کردن خودمون با بقیه از ریشه یک کار غلطه. یک عالمه عامل منحصر به فرد مثل خانواده، محل تولد، محیط اطراف، سطح آموزش و غیره روی مسیر زندگی ما تأثیر میذارن. در چنین شرایطی آیا مقایسه کردن کار درستیه؟ مثل این میمونه که یه مسواک بخواد خودشو با یه گوشی موبایل مقایسه کنه و از این ناراحت باشه که چرا مردم موبایل رو بیشتر از اون دوست دارن. مقایسه بازیه که هیچ کس توش برنده نمیشه، چون خط پایانش مشخص نیست و هر بار که به یه نفر میرسی یکی دیگه جلوتره. اما زندگی قرار نیست مسابقه باشه. زندگی یعنی کشف خودت، فهمیدن این که کی هستی، چی دوست داری و چی نمیخوای باشی. تو لازم نیست مثل بقیه بدرخشی، تو فقط باید مثل خودت بدرخشی، همونطوری که هستی، با همه ضعفات، با همه تواناییات. دفعه بعد که خواستی خودتو با کسی مقایسه کنی، یادت بیاد که تو با کسی رقابت نمی کنی. امیدوارم هر جا که هستی بتونی جهان رو به جای بهتری تبدیل کنی. فقط یادت نره که هممون خانه بدوشیم.